سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش دانلود یا انتقال دادن اینستاگرام داخل دسکتاپ. اول وارد گوگل کروم میشید. بعد به فیلتر شکن وصلید. من وصل شدم. اگر اینستاگرام رو سرچ میکنید، و روی اینستاگرام میزنید. میبینید که اینستاگرام آورد. ببینید دوستان، من این اینستاگرام رو همین دیرو پریروز داخل دسکتاپم انتقال دادم یا دانلود کردم. اون گزینه اینجا میاد براتون، یه علامت کامپیوتر یا لپتاپ میاد پایینش این گوشه. خب یه علامت دانلوده، روی اون بزنید انتقال داده میشه یا دانلود میشه توی دسکتاپتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.